از ریاست اقلیم بگیر تا حکومت که بعضی از اشخاص این 10 سال یعنی به طول استمرار حاکم بودن بر اقلیم کردستان و یک سری سیاست‌های اقتصادی غلط در اقلیم کردستان تطبیق کردن که وضعیت اقلیم کردستان رو به این روز رسیده که الان 5 ماهه اونایی که از در دولت کار میکنن، فرمانبران در اقلیم کردستان رواتب خودشونو نگرفتن و شکستگی اقتصادی خیلی بزرگی در اقلیم کردستان هستش. شما هم وزیرانی در حکومت داشتی، شما در پارلمان حضور داری، نمایندگانی داری. آیا حزب شما خودشو مسئول نمیدونه در برابر این مشکلاتی که الان کردستان با اون روبرو شده؟ بعضی از احزاب که در دوره قبل معارضه بودن، در حکومت نبودن، اونا در پارلمان به وظیفه خودشون در مورد قانونگذاری و رقابت بر حکومت کار رو انجام میدادن. قبل از اینکه این حکومت تشکیل بشه، حکومت پیشین اصرار میکرد که باید، و این حکومت هم در اقلیم کردستان، که باید نفت اقلیم کردستان رو خودش در بازارهای جهانی بفروشه و این مخالفت درست کرد با حکومت عراق و بر سر این حکومت عراق بودجه اقلیم کردستان رو برید. قبل از این که حزب‌هایی که در دوره قبل معارضه بودند برسن به حکومت و در حکومت شرکت کنن، یک وضع اقتصادی خیلی خراب در اقلیم کردستان صورت گرفته بود. رئیس حکومت اقلیم کردستان آقای بارزانی گفته تا پایان امسال یک همه پرسی برگزار خواهد کرد تا از مردم کردستان بپرسه آیا مردم میخوان از عراق جدا بشن یا نه. دیدگاه شما نسبت به این موضع آقای بارزانی چیه؟ الان که وضع اقلیم کردستان در این وضعیت خراب اقتصادی و بحران سیاسی و بحران اقتصادی در اقلیم کردستان وجود داره، باید ما تلاش کنیم که این بحران ها رو، این مشکلات رو حل بکنیم و اقلیم کردستان آماده باشه برای اینکه در هر برهه زمانی که تونستیم با مشاوره و با مذاکره با دولت‌های پیرامون اقلیم کردستان، بالاخص با عراق، یک وضع دیگر برای اقلیم کردستان شکل گرفته باشه، این کنفدرالی باشه یا دولت مستقل باشه، باید با مذاکره با دولت‌های پیرامونمون و خاصتا عراق که الان اقلیم کردستان بخشی از عراق است باید صورت گرفته باشه. منشأ اختلافات شما با پارتی آقای بارزانی چیه؟ رئیس حزب دموکرات کردستان آقای مسعود بارزانی در ماه آگوست پارسال ریاست اقلیم کردستان ایشون به پایان افتاد و اونا میخوان که این آقای بارزانی برای مدت زیادتری بمونه که از لحاظ قانونی قابل اجرا نیست، چون طبق قانون ریاست اقلیم کردستان هر رئیسی میتونه فقط برای 2 دوره در ریاست بمونه. اون 2 دوره خودش رو تمام کرده، 2 سال دیگر بعد از هم 2 دوره رو تمام کرده. خیلی از کسانی که طرفدار ماندن آقای بارزانی، مسعود بارزانی هستند، میگویند نبودن ایشان در این برهه میتونه ضربه سنگینی به جنگ با داعش بزنه. اونی که کردستان عراق رو قوی‌تر میکنه این است که حیات سیاسی در اقلیم کردستان بر اساس دموکراسی و بنای مؤسسات حکم بر اساس دموکراسی باشه. خیلی از طرفداران آقای بارزانی و پارتی حزب شما، حزب گوران و اتحادیه میهنی که در سلیمانیه مستقر هستن رو متهم میکنن به ایران خیلی نزدیکه و حتی میگن نوشیروان مصطفی رهبر حزب شما بارها با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران ملاقات کرده و حتی میگن ازشون دستور میگیره. خب آقای قاسم سلیمانی با همه دستندرکاران در عراق و اقلیم کردستان ملاقات میکنه و میاد و میره، ولی من معتقدم که باید کرد در این بحران هایی که در خاورمیانه هستش و الان یک قطب‌بندی جدید وجود داره در منطقه، باید کرد طرفی هیچ یکی از این
قطب‌ها نباشه ولی و به صورت مستقل مثل یک بازیگر مستقل در منطقه کار خودش رو انجام بده